که به فرزاد مجیدی میرسه، سانتور روی دروازه یک ضربه سر و گل سوم رو تیم استقلال توسط پیروز قربانی میزنه. استقلال 3 پیروزی 2. یه بازی رویایی برای تیم استقلال در ثانیه های پایانی. با هم نگاه میکنیم. این فرزاد مجیدی است که تو بروی دروازه ارسال میکنه و این ضربه سر که دروازه رو باز میکنه. استقلال 3 پیروزی 2. پیروز قربانی گل پیروزی تیم استقلال رو در واقع میزنه. یک ضربه سر عالی. ایوانوف داشت ساعتش نگاه میکرد که سوت رو بزنه، اما درست آخرین حمله تیم استقلال به آخرین گل این دیدار تبدیل شد. خیلی خوب زد ضربه سرش رو.